ما شروع کردم. با عرض سلام. عمل لیپوساکشن مریضمون هست، بزرگوار عزیزمون هست که داریم عمل لیپوساکشن درش انجام میدیم. هم لیپوساکشن 360 درجه. BMIش حدوداً 28 و داریم عمل لیپوساکشن 360 درجه شکم، پهلو و پشت رو براشون انجام میدیم. دوستان، عمل لیپوساکشن و لیپوابدو عمل نسبتاً میشه گفت سنگینی هستش. البته هر عملی خطرات خاصی خودش داره، ولی خیلی بستگی به جراح داره، تیمش داره و اون کاری که انجام میده داره که ما با کار اقداماتی که انجام میدیم که یکی بستن پمپ ضد آمبولی هست و دوم زدن مایع تامیسنت هست که مایع تامیسنت رو 20 دقیقه قبل از عمل برای مریض زیر پوست و ناحیه چربی‌های شکم و پشت و پهلوش تزریق میکنیم. بعد از 20 دقیقه عمل شروع میکنیم که عروق خونریزی ندن و همچنین از ایجاد آمبولی جلوگیری کنه و در انتهای عمل هم از داروهای ضد انعقاد استفاده میکنیم، برای بیمار تزریق میکنیم و همچنین داخل بخش برش تزریق میشه که از آمبولی پیشگیری کنه و به این وسیله به طور کامل پیشگیری میشه. و انجام عمل لیپوساکشن و ابدومینوپلاستی و این موارد بسیار وابسته به جراح و تیمش هست که چقدر تجربه داشته باشن، چقدر توهم داشته باشن، بتونن یک عمل بسیار خوب، سیف و درستی رو انجام بدن و همه موارد بسیار وابسته است به جراح و تیمی که دارن این کار انجام میدن. ما الان حدود 5-6 ساله که داریم این عمل رو انجام میدیم. خدا رو 100,000 بار شد با توجه به کیس‌های زیادی که عمل کردیم همشون راضی بودن، نه تا حالا آمبولی داشتیم نه عارضه دادیم. و یه چیزی که من خدمت دوستان عزیزم عرض میکنم اینه که افرادی که دیابت دارن به نظر من بهتر اینه که اصلا عمل لیپوابدو انجام ندن. چرا؟ چون وقتی عمل میکنن، چون خونرسانی بافشون خوب نیست، احتمال ایجاد نکروز در لبه‌های زخم بسیار زیاده، احتمال آمبولی رو بالا میبره و خواهشم اینه که این دوستان اصلا عمل لیپوابدو و لیپوساکشن 360 درجه رو انجام ندن. دکتر پرسیدن عمل لیپو محدوده سنی هم داره؟ محدوده سنیش واقعا شامل افرادی میشه که BMIشون حدوداً از 25 بالاتر باشه تا حدود 33. یعنی فردی که BMIش بیشتر از 33 هست نباید انجام بده و فردی هم که BMIش کمتر از 26 و 7 هست نباید انجام بده. از نظر سنی هم بله، باید فردی باشه که سنیش بیشتر هست. کلاً عملهای جراحی زیبایی بیشتر برای افرادی هست که سنشون بالای 18 سال 19 سال هست و زیر این سن نباید انجام بده. قابل درمانه، می‌فرمایید، یعنی اون دارو رو تزریق میکنن و اون آمبولی که توی یا جای ایجاد شده همه میشه مریض رو به اون شرایط اول احتمال ایجاد آمبولی به این اندازه است که مثلا یه فردی داره تو خیابون میره یه ماشین بهش بزنه، خب این احتمال خیلی ضعیفه، توجه میکنید که البته بستگی به فردش داره. مثلا کسی که دیابت داره خب و یه سری موارد یا ادم داره تو بدنش و توجه میفرمایید و یکی که خب میگم تجربه جراح بستگی داره. همیشه سعی کنید عمل پیش کسی انجام بدید که تجربه داشته باشه، کار کرده باشه، تازه کار نباشه و بتونه عمل رو براتون خوب انجام بده. این خیلی اهمیت داره. میگم چند ماه طول میکشه شکم ورمش بخوابه؟ ببینید معمولا یه فاصله 6 ماه رو باید برای عمل لیپوابدو و لیپوساکشن در نظر گرفت.
در طول دوره فرد ورم میکنه. مثلا اوایل تا 3 ماه اول هر جایی هر عضوی که شما دست بزنید دچار ورم و تورم میشه و این تورم یکیش به خاطر ادمی است که ایجاد میشه و یکیش هم به خاطر مایعی هست که در زیر پوست جمع میشه. من همیشه توصیه میکنم که توی 1 هفته اول حتما ماساژ خوب انجام بدین. اصلا از ماساژ دادن نترسید. اگه دردم داشتید بذارید خوب ماساژ بدن، چون اون ماساژی که توی 1 هفته اول انجام میدن باعث میشه که فرد کاملا اون مایعات تخلیه بشه، هم ادمش کمتر بشه و همین که پوست کاملا بچسبه و نذاره که شکم به حالت اولیه برگرده و زیبایی اون عمل رو خیلی 100 چندان بیشتر میکنه. و یک کم اینه که حتما گل ببندن تا شکمبند ببندن، یعنی یه گل میبندن، یه شکمبند هم از گوش میبندن. بعد از 3 ماه هم اگه افراد میخوان نتیجه بسیار بهتر و زیباتری بگیرن حتما بعد از گل ساعت شنی استفاده بکنن. این خیلی مهمه. سوال دیگر؟ میگن گن ساعت شنی بهتره یا گن شورتی اشتباه نکنه؟ گن ساعت شنی هر کدوم از اینا یه ترتیب داره. این گن ساده رو بعد تا 3 ماه ببندن و گن ساعت شنی رو بعد از 3 ماه باید ببندن. اینا هر کدوم زمان داره، توجه میکنین؟ و یکم من خدمتتون عرض کنم، مثلا بعضیا میان میگن ما میخوایم ساعت شنی بشیم. اینو من توضیح بدم خدمتتون. این بستگی به آناتومی فرد داره. افراد قد بلند که قبلا لاغر بودن و بعداً چاق شدن اینا 100% با ساعت شنی خواهند شد و افرادی که میگم بعد افرادی که لگن‌های بزرگی دارن و استخوان‌بندی درستی دارن اینا هم خب خیلی بهتر میشن، پهلوهاشون باریک‌تر میشه، ولی اون ساعت شنی که میخواد اتفاق بیفته ممکنه نیفته و ما هرچی چربی وجود داشته باشه رو میکشیم، فقط به اندازه 1 سانت تا 2 سانت رو در زیر پوست میذاریم، اونم به خاطر اینکه خونرسانی بهتر بشه و به این وسیله وضعیت مریض تثبیت میشه که خدای نکرده نکروز نداره. یعنی اگر چربی زیاد نداشته باشیم چی بازم قشنگ میشه؟ ببینید چربی اگر از یه میزان کمتر باشه اصلا اندیکاسیون نداره، یعنی نباید فرد عمل بشه عمل کنیم و این زیبا میشه. دیگه چی سوال دارن؟ دیگه فعلا همین و خطر آمبولی هم جواب دادم دکتر. بله من امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. من در خدمتتون هستم. یه مورد دیگه هم میخواستم خدمتتون عرض کنم. بعضیا میگن لاین ورزشی. ببینید الان یه چیزی متداول شده، افراد میان خب و در یک سری از جاها میان تبلیغات‌هایی میکنن برای جذب بیمار. اونا میان این مقدار چربی رو میذارن، این کنارش رو برمیدارن و این باعث میشه بعدا این چربی در طول 5-6 ماه چی بشه؟ شرایط رو بدتر بکنه. لاین ورزشی در کسی ایجاد میشه که خودش قبلا ورزشکار بوده باشه، یعنی زیر چربیش خب عضله داشته باشه که اون عضلات چی بشه، یا اینکه بعد از اینکه فرد میره ورزش میکنه لاین ورزشی ایجاد میشه. میگن با قد 161 سانت شنی میشه، ساعت شنی میشه باش. ببینم بستگی به آناتومیشون داره، بستگی داره که پهلوشون قبلا چقدر باریک بوده باشه، توجه میکنه. و یکی هم که میگم 161 در یک خانم بله جزء از مواردی هست که قد بلند هستن، توجه میکنه. و فکر کنم حفره بخیه خوب میشه. حفره بخیه اینو نوشتن، من نوشتم. ببین اگر حفره یا اسکار ایجاد شده باشه باید معاینه بشن، بیان ببینیم. هم ببینید بعد احتمال داره نیاز به اسکاروتومی داشته باشن، یعنی بیان اسکارشون رو برداریم 2 مرتبه براشون ظریف بدوزیم. ببینید خود همین کار زدن بخیه ها خیلی مهمه، یعنی اگر فرد بتونه بخیه رو خیلی ظریف و خوب در بیاره این به زیبایی فرد کمک میکنه و از نخهای خارجی خوب استفاده بشه خب که نیاد واکنش بده زیر پوست و این حفره رو ایجاد بکنه. و نیاز اگه ایشون هم خواستن تشریف بیارن برای معاینه ما ببینیم، اگه بتونیم بهشون کمکی بکنیم حتما براشون انجام میدیم. یعنی برای خوش فرم شدن پایین تنه باید چه عملی انجام داد؟ منظورشون رانه؟ نمیدونم من. اگه رانشون بزرگه بعد بیان رانشون رو به تاکشن کنیم و اگه لازم باشه لیفت ران انجام بدیم.
من عذرخواهی میکنم، بیشتر از این مریض رو نمیتونم معطل کنم. خب فقط خدمت رو عرض میکنم من در خدمتتون هستم به عنوان یک جراح و مریضامو بسیار دوست دارم و افرادی که به من مراجعه میکنن رو بسیار دوست دارم و باعث افتخار من هست که در خدمتتون باشم. انشاءالله در لایف های بعدی بازم خدمت میرسیم، موارد دیگر رو براتون توضیح میدیم. خیلی ممنون و متشکرم.